حاج آقا سلام. سلام قربان. خسته نباشین. فداتون بشم. خب بینندگان عزیز، در خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت کفش هستیم و میخوایم از ایشون بپرسیم که چند سال سابقه کار دارن و خودشون رو معرفی کنن. خب حاج آقا میشه خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان عزیز؟ بنده خلیل شنما هستم. مدت 40 سال تو کاری پستویی سازی هستم. پستویی سازی همین روی کفش رو بهش میگید پستویی سازی. بله. بله. درسته؟ بله. به بینندگان عزیز عرض کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ماها داده بشه. خب حاج آقا از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستی؟ نه قربان. چرا؟ به خاطر اینکه دستمو گذاشتم روی این کار، پامو گذاشتم، قلبمو گذاشتم، داغون شدم تو این کار. یه نه زندگی دارم، نه ماشینی، نه وسیله‌ای. خیلی این کار چیر یا تخمیه. ببخشید حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این کس که این چکشا داد دست ما، مشترات داد دست ما، گردنه داد دست ما، بلندش به تو قب بکشنش بیرون، آبگم چی خورده خاری کسکش، همین طرف بکنم تو جونش کسکش. بله من معذرت